خب شما به عنوان جمهوری خواه نماینده‌تون کیه؟ کدومتون حاضرین مرکزیت داشته باشین و بقیه ازتون حمایت کنن تا همین فردا اسرائیل زد، مملکت به هرج و مرج کشیده شده، سران مملکت یا کشته شدن یا فرار کردن و مملکت مونده بی صاحب. یعنی اگر که چشم هم بذاری و تعلل کنی هر تیکش رو یه کشوری میاد صاحب میشه. کدومتون گردنگیر دارین؟ به خداوندی خدا اگه به من الان شاهی ایرانو بدن من قبول نمی‌کنم، جرئت نمی‌کنم یه همچین چیزی رو گردن بگیرم، یه همچین ویرانه‌ای رو. خیلی مرد شاهزاده که داره این کارو میکنه، خیلی مرده. ما نماینده داریم، میدونیم که مملکت نابود نمیشه. شما کیو دارین؟ چه استدلالی دارین؟ چه برنامه‌ای دارین؟ ما همه کورکور پشت یکی وای نمیستیم. میبینی که دفترچه‌شون هم داریم ورق به ورق می‌کنیم ببینیم دارن با کیا کار میکنن، ولی شما کورکور فقط عقده پهلوی ستیزی دارید.